سلام بچه‌ها، صبحتون بخیر. من آماده شدم و اینم هتل گذاشته بود واسمون. یه دونم از این حوله ها برداشتم و کلی هم نوشیدنی توی یخچال بود که همشو برداشتم. اینم وسایل آفتاب گرفتنمه، ضد آفتاب و روغن و نوشیدنی هم با خودم برداشتم که برم کنار آب بخوابم و آفتاب بگیرم. اینم بنده. حالا بریم دم آب، اونجا هم براتون کلی ویدیو میگیرم. پس تا بعد. روز سومیه که من تو جزیره مایورکا هستم و تصمیم گرفتم که این منظره زیبا رو نشون شما هم بدم. اینجا ساحل اختصاصی کنار هتل منه و فقط پیاده 2 پله است. از داخل هتل میتونید به این ساحل زیبا دسترسی داشته باشید. امروز خواستم فقط کنار آب باشم و یکم ریلکس کنم و الانم تو رستورانای کنار ساحل غذا سفارش دادم. گفتم تا من غذامو میخورم برای شما این ویدیو رو بگیرم که ببینید که چقدر زیباست. و یه چیزی که خیلی متفاوت بود برام این که آب دریا اینجا شوره و قشنگ آدم میتونه شنا بکنه و گرم، واقعا آبش گرمه. مثلا مثل استخر اینا نیست که واقعا سرده و همه راحت خوابیدن آفتاب میگیرن و بعدش هم راحت میتونی بری توی آب شنا بکنی. امیدوارم که خوشتون بیاد. حاضر شدم بعد از اینکه از شکل کردم خسته شدم، اومدم یه دوش گرفتم، به خودم رسیدم، تیپ زدم برم ببینم منطقه‌ای که الان من هتل گرفتم دور و برش چیاست، چون وقتی با اتوبوس اومدم دیدم کلی مغازه بود. بریم ببینیم که بیرون از هتل چجوریه. پس بیایم. بستنی خوشمزه الان گرفتم دارم میخورم. این محدوده که من هتل گرفتم پر از رستوران و کلاب و کافه بار و ایناست و خیلی هم قیمتاش مناسب تر از آلمان بود، با اینکه این منطقه واقعا توریستیه
میشد که خیلی گرونتر از اینا باشه، ولی خیلی حال کردم چون که واقعا قیمتاش خیلی خوب بود. حالا آیسش یکم گرونتر از آلمانه، ولی قیمت غذا واقعا ارزونتر از آلمان بود و اینکه سوپرمارکت‌های کوچولو دارن مثل ایران و 24 ساعته بازن، تا توی محدوده هرچی بود همین شکلی بود. خیلی عالی بود، میتونی ببینی. از آخرین روزی که من در جزیره مالورکا بودم و دیگه چیزامو جمع کردم و اتاقم تحویل دادم، میرم که به سمت فرودگاه برم و از اونجا هم به سمت آلمان. خیلی خوش گذشت. امیدوارم که یه بار دیگه بتونم همچین سفری رو تجربه کنم.